سلام بچه‌ها. این فیلم که میخوام بذارم، این نقاشی رو میخوایم بذاریم. یه دختر یه کتاب روشه که یه مربع و یه حالت مارپیچ داره و یه نوشته هایی داره و گردن و موهاش هم میکشیم، یه گوش هم داره. بعد لایک کنید، ساب کنید، کامنت بذارید، بریم برای کشیدنش. خب ما اول یه برگه میاریم، اینم برگه سفید باشه، سعی کنید از برگ‌های باطل استفاده کنید. اول میایم کتاب رو بکشیم. کتاب یه دونه مربع بود، یه دونه مربع میکشیم و اندازش باید یکی باشه، هر زلش مربع کلا همین جوریه. بعد اینکه کشیدیم یه خیلی قوس کم میدیم و اونو تا این پایین میاریم، نه چاق باشه نه خیلی لاغر، متوسط، و به این خط پایین که ضلع مربع میشه اون وصل میکنیم. بعد این خطایی که کشیدیم و بهشون یه قوس کوچیک میدیم و کجشون میکنیم ادامهشو و اینجوری دوتا باید تو راسته همدیگه باشن. میگیم برای گردنش اولش یه قوس کم میاد، بعد یه تو رفتگی که میشه این. بعد خط اضافهش رو ذره پاک میکنیم، اینجا پاک کردم. خب بعد اینکه گردنشو کشیدیم میخوایم بریم برای لباس و این بدنش. ما لباسشو یه خط میکشیم که یه قوس کوچیک میدیم، بعد اینجوری میاریم رو به پایین که حالت اینه که اون خطاش کج تیز نشده. بعد اون خطی که کشیده بودیم و ازش یه خط کج میایم پایین. این گوشه آرنجشو یه ذره باید خیلی تیز نکنید، یعنی یه ذره با خم باشه، چون اونگی آرنجش هم اینجوریه. این از این. بعد موهاشو میخوایم بکشیم، چند تا خطای ریز و اینجوری بکشید که برای موهاش باشه. حالا این نقاشی رو سعی کنید اولش با اتود بکشید، بعد آخرش با مداد طراحی یا هر چی اونو درست میکنید. این گوششه، یه گوشی میکشیم با پررنگ، بعد یه خط کم رنگ بغلش میکشیم. بعد با مداد طراحی دور گوشمون یه ذره سایه میزنیم. بعد این کتاب و اینا رو هم یه ذره پررنگ میکنیم دورشو. بعد این خطایی که داره و اون نیم دایره خیلی نباید دیدش کنید. همینو که اینجوری کشیدید این خطای دیگه هم میکشید. بعد گردنشو یه ذره پررنگ‌تر میکنیم. این سعی کنید که موهاش انگاری افتاده روی شونش و چون موهاش یه ذره لخته شونش معلومه، خطش یه ذره پررنگ کنید. بعد لباسش ببخشید این کتابش لایف نوشته، یعنی زندگی نویسید لایف، به این صورت نوشته میشه. میتونید ویدیو رو استاپ کنید بنویسید. بالاش نوشته our it، او دایرش درست کردم، او وی ای آر و ایت یعنی آی و تی. این ذره کج کشیدم. بعد این رو که کشیدیم با این مداد طراحی یه ذره روش سایه میزنیم که اینجوری میذاره محوطور بشه. بعد پنبه رو ور میداریم، پنبه رو ور میداریم روی این یه ذره میزنیم، یه ذره محوش میکنیم. بعد حالا یه ذره ضربه میزنیم میکشیم بالا رو به پایین. حالا روی موهاش و اینا هر جا دوست داشتید میتونید ذره محو کننده بزنید، با هم پنبه محوش کنید. موهاشو سعی کنید قشنگ محو کنید چون سایه داره موها دیگه. بعد اینجا هم کار تموم میشه و تمام. لایک کن، سابسکرایب کن، تو کامنت ها بهم بگو نقاشی بعدی چی باشه. یادت نره ساب کنی، چون اگه ساب کنی برای خودت خوبه و نقاشی های خوبی یاد میگیری. خدافظ.